به نام خداوند بخشنده و مهربان. از خداوند بسیار مهربان دعاگو هستم که در هر کجایی که مردم ما حیات به سر میبرین، خداوند شما را صحت و سلامت نگه داره. برادران عزیز و گرامی، من صحبت ما با دو مصرع شعر آغاز میکنم. شاعر میفرماید که من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با ما آن آشنا کرد. یعنی اشاره من به دو نفره، مراد از بیگانش همون دو به نام مولوی هایی که مردم تاجیک ما را به جهاد دعوت دارند، به بی سر سامانی ها دعوت دارند و آشناهامون همین تاجیک هایی که امروز بیرون از تاجیکستان ما زندگی دارند و هر بیگاه به خودشون یک موضوع گذاشتن، یک برنامه ریزی کردن. نام برنامه شون چی؟ دفاع از حجاب زنی تاجیک. برادرای عزیز و گرامی، یک مطلع تاجیکی بود، میگفتن که نام همون مردک خدای بیردی بوده است. وقتی که خدا گفته است، گرفتن در و مقصد نابودش کردن که تو نام تا خدا گذاشته. بیچاره به هم منی بگیم بیردی نیستادن. یعنی امروز همون اعلان جهادها و امروز بگیم بعضی همین نفرهای غرضناکی که گویا که پشتیبانی از دین دارن، گویا که پشتیبانی از حجاب زنی مسلمان دارن، من به اونها مراجعت کردنی گفتنی هم که زمانی که همون نوارها سببی بگیم همین قدر غلغله ها شید، همون نوارها زمانی همین نوارها برآمد، مردم باید بداند که من خودم کدام مقامات زنگ زدگیم، من پرسیدگیم که همین نوارها در اساس چی هستند، همین نوارها چی معنی دارند، آیا مقصد در زیر همین کارهایی که رفته مطلب چی است. ما اینها را پرسیدیم، ما اینها را مقصد تحقیق کردیم، ولی همون اشتباه هایی که، همون کمبودی هایی که در وقت همون ترغیبات و تشویقات لباس ملی بگیم وقتی که رفت، لغزش هایی که همونها کردن، ببینین که مردم منی بیردیش نیستادن. یعنی هیچ در حال این حجاب زنی مسلمان از بین می رود یا جنگ با خدا اعلان کردن و حتی همون آشناهایی که بگیم یکی همون آشناهایی که داریم به نام ابو محمد مدنی، من به تو مراجعت میکنم، ترا من ای وقتش که ملعون میگفتم، تو ملعون اولیم ملعون هستی، برای که تو به این عقیده تکفیرید تعزوج ایستاده. حاجی میرزا در کجایی؟ چی باید تو خاموشی؟ این حاجی میرزا در همین جای، در وطنش، در ملک خودش. من خدا را دایم تولا و زاره میکنم که خداوند جان من در همین ملک خودم بگیره، در بین ملت خودم بگیره. تو اکه به همین ترغیبات هایی که گویا که تو دفاع ای حجاب مسلمان کیستی، تو میخوای که به همین اکه با در دل مردم خطر جا کنی و همون عقیده پلیدت هم قطعی با همون عقیده پلیدت با مردم هم مقصد تعریف خود بکشی. انا همین ابله هایی که از افغانستان جهاد میگن، انا ما شریکای تن. انا همین ناخوشی ها و ناآرامی هایی که مردم تاجیک ما کردیستن، همه همین ایشومی انا ما عقیده های شما هن. برای می حاجی میرزا را نکاوین، حاجی میرزا در جاشه. حاجی میرزا آیت حجاب را میدونه، در سوره احزاب آیت 59 را میدونه، سوره نور آیت های 30 و 31 را میدونه.
حاجی میرزا را الحمدلله رب العالمین که خداوند داد از همون قدر غیرت و توانایی و محبت که مثال ای دینش هم پشتیبانی میکنه، ای ملتش هم پشتیبانی میکنه، ای وطنش هم پشتیبانی میکنه. برای همین شما با این نوارها من به همه جوانهایی که هستند و شما مراجعت کردنیم که یک لغزش بگیم یا یک کمبود بگیم یا یک نافهمی. ای وقت تاجیک ما میگفت که برای سلب یا کله میآوردن، همین چیزو بود است. برای می ایجاد یگان دروغ همین گپو، جنگ با خدا و جنگ با حجاب و نه، بلکه یگان شما در یگان سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خودش داره، همین قرغیز لباس خودش داره، یا بگیم عرب لباس خودش داره، ترکمن لباس خودش داره، ما هم لباس خودمان داریم. ولی لباس ما از همه این لباسایی که همین مردم بیرون داره و درون داره با جوابگویی بگیم به همین لباسایی که به همین آیت‌های قرآن است، به همین با مطابق لباسای ما های. ای وقتش یگان کسالی نگفت هست مقابل جو، بلکه گفتن که لباسایی که مادرامون میپوشیدن، بین مادرامون میپوشیدن، ماماهامون میپوشیدن، شما نمیدونین که اون چی لباسه. برای همین در این کارها اینا غرض دارن برادرای عزیز و گرامی. اینها میخواهند که گویا که خدمت کردن، گویا که مقصد پشتیبان شما. نه برادرای عزیز، هیچ وقت فریب نخورین، هیچ وقت فریب نخورین. این یک مراجعت ما با این آدمایی که بگیم بیرون از کشورانو علاوه مانده استند، گویا که مردمت انا مقابلی گویا حجاب شده است، مقابلی دین برآمده است فلان. شکر خدای مهربان تاجیکستانی ما دا این امسال بینین 7000 حاجی میره حج میکنن. این مسجد رو ببینین، این امید با دهن پر میشه در نمازهای جمعه ما. این خیلی با بگیم در درون همین دوشنبه ما قریب هیچی نبودن، در 400-500 تا مسجد در یک درون پایتخت دوشنبه. ای شکر خدا مردم آزاد، مردم شکر عبادت چه کرده است، دعوت همون هست، گفته استیم. آخی دیگه مقصد پشتیبانی ایدین چند قدر می شود. بعدا مراجعت من با همین دو نفری که به نام مولویایی که به نام احمد فیروز، به نام عبدالقدیری که برآمدن و جهاد اعلان کردن. برادرای عزیز و گرامی، شما یک چیز دانین که از بس که علم ندارین، شما برنامه ام را تماشا میکنین، میگین انا بهترین برنامه، انا مقصد جانم فدای همو. حالی بیننده شما در همو لایک میمونین و تای کاسه نیم کاسه را دادرای عزیز شما نمیدانین، مطلب و مقصد های را نمیدانین. برای همین بهاگذاری ها تا نادرسته، اندیشه ها تا نادرسته. با خدا قسم، به خاطر خدا میگم تان، شاید که دل من آن قدری که به شما میسوزه، دل احمد فیروز به توی قنه میسوزه، دل او عبدالقدیر به توی قنه میسوزه، این قدری که دل من به تاجیک خود میسوزه. شما رو آدمای ساده یافتن، سوء استفاده تان میکنن. یک دویمش که همو برنامه‌های همو رو عالی میبینین. چخیلی که من دولت داعش گفتم که مثلا ابوبکر بغدادی ایرا کی خلیفه مونده است؟ این چه حقی جهاد داره؟ چی را کی اجازه داده است که جهاد اعلان کنه؟ کجا ده دولت اسلامی؟ این آمد اثبات شیاف کو. همه فهمید که واقعا امروز عالی میفهمین که همیان سپارشیان. ببینین که چی با که احمد فیروز مقصد وقتی که طالب دخترها را از خواندن، حالا که طلبی علم فرضه کو برای مرد برای زن، چی با که اینها من کردن، چی با علیه طالب جهاد اعلان نکردی؟ چی با وقتی که مردم پنشیر مردم را کشتن، تاجیکا را کشتن، چی با تو مقابل جهاد اعلان نکردی؟ تو وقتی که علمای تاجیک کشتن، تو ناز یا را ممکن گوش کنی، ممکن مثال مردم افغان ما را گوش کند که دکتر ایاز نیازی تاجیک نبود، مولوی حیات الدین تاجیک نبود، ببین مولانای انصاری تاجیک نبود.
ҳамёра кӣ кушт? Абдусаломи Обида терак кардин, бечора греза шид, грех пир рафт. ҳамё тоҷик набуданд. бин ҳамёра ташкил кардин. худтон медонед, худотон байни худтон гуфтестен. уна Муҳаммади Ансорӣ ҳам гуфт ки кори дасти толибай. чӣ ба алайҳи ё ҷиҳод эълон накардем? чӣ ба бубинед, чӣ ба алайҳи на ливотагарое ки дар даруни Афғонистон ба ливотагарӣ ай ҳама машҳуру маъруфен. бин чӣ ба ҷиҳод эълон намекунем? чӣ ба духтарои кӯдаки майдара ҳамун мисол ришкалонову ҳамун салакалонову ҳамун синни соло миян мехаранд. 15 солаву 10 сола мисол духтароро оварда харидестанд. шумо медонед ки ҳамонро барои чӣ мехаранд? чӣ ба алайҳи ӯ мисол ҷиҳод намегӯед? чӣ ба ин қадар героинфурӯшие ки машҳурен дар рӯи олам, чӣ ба алайҳи онҳо мақсад чиз намекунед? мавлавӣ, ба ном мавлавӣ, фақат матлабтон, мақсадтон бинен фақат дар рӯи тоҷикай. барое ки иҷа маълум аст, барои оне ки мисол мора чӣ бигем, ака мо одами сиёсатмадор нестам, вале муносибатотон ба хотири оне ки шумо тоҷика бад мебинанд, тоҷика ки мисол бениҳоят ай ҳамаи структураи давлатӣ тоҷика пеш кардагиянд. ин маълум аст ки ҳамин муносибатҳои мо ба ҳамин хотир вайронай. бин шумо аллакай ай уҷа оно ки амртон мекунанд, шумо гирифта ҳамира дар муқобили тоҷик хезонда мехоҳем ки ҳамиҷаро ба ҳамон ранги кишварҳои худтонворӣ табдил битен. лекин иншоаллоҳ аз худо умедай ҳеҷ вақт дигар ин қудрата ҳеҷ кадомат пайдо карда наметавонем. ҳеҷ вақт мулки мо алҳамдулиллоҳ рӯз ба рӯз ободиай, рӯз ба рӯз хубиай. мо ҳамеша бо дуогӯам ҳастем ки худованд доим ҳамин мулки мо обод бошад.